برسانم. امانت در دوش من شماست. بیاد دارید اون امانت چیست؟ اون امانتی که همه مخلوق از برداشت آن ایبا ورزید، من و تو برداشتیم. اون امانت خیلی سنگین است دوستان. إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض. امانتی که آسمان و زمین کوهان نتوانست برداشت کرد، اما من دیوانه به او دست دراز کردم. حالا این را به خوبی برسان. آسمان نتوانست بار امانت کشید، قرعه کار به نام من دیوانه افتاد. حافظ شیرازی. حالا این امانت را برای دیگران برسان. از این خاطر دوستان گرامی، من و تو در اینجا جمع شدیم تا این زبان را اصلاح بسازیم. بیان در این امر